خب ابتدا دستگاه رو به برق میزنیم، درشو باز میکنیم، بسکتش رو داخلش میذاریم و ظرف گریل رو هم روش میذاریم، یعنی در واقع این داخلش قرار میگیره. دکمه روشن دستگاه رو میزنیم، در دستگاه باید بسته بشه. اگر میخوایم از پخت هوشمند استفاده بکنیم، این قسمت باید برداریم باز بکنیم، به دستگاه متصلش بکنیم و خب اینو باید داخل گوش ببریم. 2 تا سنسور داره، سنسور 1 و سنسور 2. اینجا پریست برای ما فعال میشه بعد از اینکه اینو بس میکنیم. اگه این نباشه اون فعال نمیشه. خب حالا میخوایم گریل بکنیم، مثلا میخوایم گوشت مرغ گریل کنیم، گریل رو میزنیم، گزینه پریست رو میزنیم، چیکن و ول، استارت رو میزنیم، دستگاه میره روی حالت گرم کردن. اینجا هیچی نباید داخل دستگاه بذاریم تا از اینجا تا اینجا پر بشه. صدای دستگاه کم کم در میاد و از اینجا تا اینجا پر میشه این عددا و عدد که این خط فاصله است. بعد از اون میتونیم داخل دستگاه غذامون رو بذاریم. تقریبا دیگه نزدیکه. ببین این خطا که پر دارن میشن، خط آخر که پر بشه خودش گزینه اد فود رو برای ما فعال میکنه. تا وقتی گزینه اد فود فعال نشده چیزی داخل دستگاه نباید بذاریم. خب تا گزینه اد فود فعال شه بریم سراغ این قسمت. خب ما اینجا 3 تا استیک مرغ بریم. میخوایم با پخت هوشمند درست بکنیم، باید در واقع سنسورمون رو داخل قطورترین قسمت گوشتمون قرار بدیم. پیشنهاد میده تو همین گوشت کامل بکنید داخل بشه، کامل داخل قرار بگیره. مثلا آماده است که بره داخل دستگاه. خب گزینه اد فود فعال شد. در دستگاه رو باز میکنیم. خب کاملا داغ داخل دستگاه و حرارتش مشخصه. استیک ها رو دونه دونه میچینیم داخل دستگاه. خب ببینید اینی که بهش در واقع پریست ما متصله رو به این شکل میذاریم این سر و از اینجا میاد بیرون. هیچ مشکلی هم براش پیش نمیاد. تیکشای فیلمون هم بغلش میتونیم اضافه بکنیم. خب درش رو که میبندیم اینجا دما فعال میشه. دقت کنید تارگت تمپ 75 درجه، کارنت تمپ 13 درجه. این 13 درجه باید به اون 75 برسه. اما نکته مهم اینه که توی مسیر وقتی تقریبا به دمای 45-50 درجه میرسیم گزینه فیلیپ فعال میشه. اون گزینه فیلیپ یعنی در دستگاه رو باز بکنیم و پشت رو بکنیم استیکامونو که دو طرفشون خوب بپزه. گزینه رو دیدیم، در دستگاه رو باز میکنیم و استیکامون رو پشت رو میکنیم. هر چیزی که داخل دستگاه داریم رو پشت رو بکنیم تا مواظب باشین که دستتون نسوزه که اونقدر هم داغ نیستن. خب باید حواسمون باشه. همه رو که برگردوندیم
دستگاه رو میبندیم، کار ادامه میده. ببینید دوباره صدای دستگاه الان کم کم در میاد. از اینجا به بعد کار خاصی نیاز نیست انجام بدیم، فقط منتظر میشیم تا به دمای 75 برسیم. منتظر گزینه گت فود میشیم. این گزینه فعال میشه. بله صدا رو میشنویم با گت فود دیگه. داره از بله کاملا بافت، کاملا پخته و مرحله ما فقط استیک گوشت رو، استیک مرغ رو در واقع درست کردیم. در مرحله بعد انشاءالله استیک گوشت. خب چه دقت بکنید برای در بردن پریست ما از داخلش عجله نکنید، چون داغ هست، تا اینجاش داغ.